دیگر روستای لیما یک از روستاهای تاریخی اشکور از بخش رنگ‌آباد شهرستان روسر است. یه توضیح در خصوص همین روستا میده که در واقع شما توجه کنید. بعد در خصوص همین چادرشب بافی که تنها روستایی است که در اشکورات ما به شغل چادرشب بافی مشغول هستند. حدود 15 16 خانوار هستن. فکر کنم اطلاعات تکمیلی رو آقای دیگر بیشتر میدن. آقای دیگر خدمتتون هست. بفرمایید. با سلام و خسته نباشید. خوش اومدید. یه روستای به قول آقای حسن خانی هم تاریخی هم زیبا. خانمانم که خودتون میبینید بنده خدا حالا به دور از چیز کشاورزی که زحمت میکشن، شغل زمستون و بیشترشون هم چادر بافیه. چادر شب که دیگه به قول معروف یه محصول اصیل گیلانی، مخصوصا شرق گیلان که خودم حتی این پیرنم که پوشیدم محصول همین هست. حالا ببینیم انشالله که رونق پیدا کنه و خیلی هم دوست داریم جوونا به این کار کشیده بشن. یه بنده